سلام. داخل ویدیو قراره خیلی کوتاه و ساده درباره درآمد از یوتیوب صحبت کنیم. شاید برایتان سوال شده باشه که هر 1000 بازدید در یوتیوب چقدر درآمد داره. خب این مقدار ثابت نیست. به عوامل مختلفی مثل موضوع ویدیو شما که ویدیو شما چه موضوعی داره، کشور بیننده که بیننده ویدیو شما از کدام کشور است و تبلیغاتی که روی ویدیو شما نمایش داده میشه بستگی داره. اما به طور میانگین میتونه بین $1 تا $10 باشه یا حتی بیشتر. داخل این ویدیو قرار بیشتر توضیح بدم که هر 1000 بازدید شما چه مبلغی را از یوتیوب دریافت خواهید کرد. اگر میخواهید درباره این قضیه اطلاعات بیشتر کسب نمایید، پس ادامه ویدیو رو ببینید. من ظاهر مظفری هستم و این کانال پیشنکاف است. اگر از این سبک ویدیوها خوشتان میآید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر علامت زنگوله رو بزنید به محض اینکه ما داخل این کانال ویدیو آپلود کنیم یوتیوب یک نوتیفیکیشن براتون ارسال میکنه که میتونید بیایید و اون ویدیو را ببینید. خب بریم سراغ بحثمون. این که شما بابت 1000 بازدید انتظار چی مبلغ از یوتیوب باید داشته باشید. قبل از اینکه توضیح بدهم بگذارید جوابش را همین اول براتون بگویم. این رقم بستگی داره و چیزهای مختلف که الان در موردش صحبت میکنیم. این که یعنی این یک عدد فیکس نیست که همه کانال ها اون رو دریافت بکنن. درآمد از یوتیوب عموما بر اساس تعداد نمایش ویدیو شما است. شما موقع کانالتون رو مونتایز میکنید، روی ویدیو شما تبلیغات نمایش داده میشه و هر بار نمایش یک ویدیو و دیده شدن اون تبلیغات باعث میشه که شما یک مبلغ اندکی رو درآمد داشته باشید و این عدد جمع میشه روی هم و بابت 1000 نمایش شما یک رقم را از یوتیوب دریافت میکنید. اجازه بدهید که بررسی کنیم چه عواملی دخیل هست که روی درآمد شما تاثیر داره. مورد اول، مورد بسیار مهمی که روی درآمد شما تاثیر میگذاره این هست که بازدید کننده ویدیو شما از چه کشوری آمده. چون آدم هایی که از کشورهای مختلف میاد و تبلیغات میبینه تبلیغات متفاوتی است. یعنی شما موقعی که با آی پی آمریکا میایید یک تبلیغ را میبینید و با آی پی روسیه میایید تبلیغی که به شما نمایش داده میشه به زبان روسی است و این تفاوت ایجاد میکنه به درآمد شما. چرا؟ الان براتون توضیح میدم. ببینید، فرض بگیرید که من یک محصول تولید کردم که میخواهم این رو بفروشم و میخواهم برای این محصولم روی یوتیوب تبلیغ کنم. خب من اول نگاه میکنم که بزرگترین مارکت و بزرگترین جایی که مردمش از محصولات من استفاده میکند کجا است. حقیقتش را بخواهید در حال حاضر کشورهایی که مردمش درآمد خیلی خوبی دارن و بابت این چیزها هزینه میکند کشورهای بزرگ صنعتی هستند مثل آمریکا، روسیه، کانادا، استرالیا، آلمان و به همین خاطر بازدیدهایی که از این کشورها میاد درآمد بیشتری برای شما دارد. حالا بریم سراغ مورد دوم که اون را هم گفتم براتون توضیح میدم. مورد دوم موضوع ویدیو شما است که شما در چی عرصه فعالیت میکنید و هر قدر موضوع تخصصی تر و مربوط به بازار و کار و این چیزا باشه معمولا تبلیغاتی که روی ویدیو شما نمایش داده میشه تبلیغات گرانتری هست و او هم دلیل داره که الان برایتان توضیح میدم. ببینید، شما یک محصول عام دارید که میخواهید به افراد نمایش بدهید. شما موقعی که برید داخل سیستم گوگل ادز تبلیغ بدید برای محصولتان شما میتوانید با یک صدم واحد پولی اون کشوری که از طریقش اکانت داخل گوگل ادز ساختین و میخواهید یک محصول رو تبلیغ بدهید یا تبلیغ کنید. مثلا یک محصول شما با 1 سنت به ازای هر بار نمایش میتوانید تبلیغ بدید. خب همونطور که براتون گفتم مزایده است. این یعنی که کسی که پول بیشتر بده روی کانال های بهتر و مطرحتر تبلیغات اون شخص نمایش داده میشه. ولی شما بابت هر نمایش 1 سنت میتوانید بازدید داشته باشید. ولی یک سری چیزها هستن که مخاطب خاص دارن. وقتی مخاطب خاص داشته باشه اون شخصی که میخواد تبلیغ بده باید چیکار بکنه؟ باید جامعه هدف رو کوچکتر بکنه و یک سری افراد خاص رو هدف قرار بگیره. پس درآمد بستگی داره. برای 1000 بار نمایش این رقم میتونه
مثلا اگر کل ویدیو شما در داخل کشور هندوستان نمایش داده شود، بابت 1000 بازدید شاید 30-40 سنت 50 سنت به شما برسد. چرا هندوستان؟ چون که هندوستان یک کشور پرجمعیتی هست و کشور نسبتا فقیر که برای هر چیزی پول زیاد پرداخت نمیکنه. و اگر تمام بازدید ویدیوی شما از کشور آمریکا باشه که بالاترین نرخ تبلیغات رو داره، می توانید تا 20 یا 30 دلار هر 1000 بازدید ویدیوی شما هم درآمد داشته باشید. و این هم برمیگرده به همون چیزی که براتون گفتم: یک، موضوع ویدیوی شما، و دو، کشور بازدید کننده شما، که بازدید کننده شما از چه کشوری است. و برای کانال هایی که عموما از کشورهای مختلف بازدید دارن، این رقم چیزی بالای 8 دلار به شکل میانگین درآمد داره. خب این به شما کمک میکنه که تقریبا متوجه شوید که چرا قیمت تبلیغات و درآمد شما به نسبت موضوع ویدیویتان و اینکه از چه کشورهای ویدیو شما بازدید داره متفاوت باشه. خب این ویدیو هم در مورد کسب درآمد بود و اینکه چرا یوتیوب به شما پول پرداخت میکنه. اگر از این سبک ویدیوها خوشتان میاد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر علامت زنگوله رو بزنید، به محض اینکه ما داخل این کانال ویدیو آپلود کنیم، یوتیوب یک نوتیفیکیشن براتون ارسال میکنه که میتونید بیایید و اون ویدیو رو ببینید.